شهر کابل مشخصا یکی از شهرهایی است که ما بیشترین مصرف در افغانستان داریم و بیشترین مصرف ما در شهر کابل وجود داره. معمولا بیشترین مصرفی را که ما داریم در شهر کابل در وقت زمستان می باشه و در ختم زمستان معمولا مصارف به خاطر گرم شدن هوا کمتر میشه و ما پلانی که می داشته باشیم است که کمترین پرچاوی ممکنه در شروع فصل بهار و شروع فصل خزان داشته باشیم، به خاطر که هوا معتدل است و زیاد ضرورت برق کمتر میشه در مشترکین ما. اما متاسفانه ما خلاف سالهای قبل امسال دچار پایین شدن سطح آب بسیار زیاد بودیم. شهر کابل از دو طریق مشخصا تغذیه میشه از نگاه برق. یکی از برق وارداتی است که خوشبختانه ما در برق وارداتیش مشکلی نداریم و مو شکلی که پلان ما وجود داره در ما حد اعظمی برقی که ما لازم داریم از برق وارداتی میگیریم. اما با برق وارداتی ما بعضی از محدودیت ها داره نسبت به اینکه چه مقدار برق در او انتقال داده میتونیم و مخاطر تمام شهر کابل از برق وارداتی تغذیه شده نمیتونه. مشخصا اگر روی ارقام صحبت کنیم، ما در زمستان مصارف شهر کابل چیز در حدود 7.5 الی 800 مگاوات برق است و در می وقت سال مصارف برق چیز در حدود 620 مگاوات میرسه. اما برق وارداتی نمیتونه تمام از زیر تکافو کنه و می خاطر ما یکی از منابع عمده که ما استفاده میکنیم منابع آبی مایپر، سروبی و نقلو است. ما فقط به طور مثال اگر از فابریکه برق مایپر صحبت کنم، در می وقت سال پارسال ما چیزی در حدود 47 الی 50 مگاوات ما برق تولید میکردیم. ببخشید 57 مگاوات ما برق تولید میکردیم از فابریکه مایپر دیروز در می وقت سال. اما امسال متاسفانه به خاطر پایین شدن سطح آب ما تا یک هفته گذشته ما در حتی فقط به تعداد ساعت محدود الی 10 مگاوات برق بیشتر گرفتن نمیتونستیم و اون ناشی از کمبود بارش برف و بارانی است که ما شاهد در افغانستان بودیم و هر چقدر باران و برف در افغانستان زیاد میشه باعث از این میشه که فابریکات ما به حد اعظمی خود بگردن و هر چقدر آب زیاد شود تولید برق ما زیاد میشه که پرچه‌ای کاهش میافته. اما امسال خلاف سال گذشته بی سابقه است این مقدار سطح آب. اما همین هفته گذشته با بارش‌هایی که ما داشتیم همین فابریکه برق مایپر ما تونستیم امیر به 40 مگاوات افزایش بدیم فقط به خاطر از اینکه سطح آب بالا آمده و امیدوار هستیم که در هفته آینده ما شاهد بارش بیشتر برف و باران در افغانستان باشیم که بتونیم با مثل فابریکه ما را که شهر کابل رو تغذیه میکنن و شهرهای بعد از کابل مثل جلال آباد بتونیم با برق اعظمی بارز و تهیه کنیم. متاسفانه بعد از جنگ‌های سالهای متمادی که ما در افغانستان داشتیم تمام زیربنایی که به خاطر انتقال و تولید و توزیع برق داشتیم از بین رفته بود. ما بعد از اینکه تونستیم کار برشنا بعد از همین جنگ‌های متمادی از سال 2002 به این طرف شروع شد، ما با هیچ زیربنایی نداشتیم به خاطر پیش رفتن به غیر از زیربنای بسیار محدودی که در قسمت توزیع داشتیم که چند منطقه محدود بود و همچنان فابریک‌های تولیدی که داشتیم. به خاطر رساندن برق به شهروندان ما در شهر کابل و دیگر ولایت ما دو گزینه داشتیم در شرکت برشنایی که ما تا وقتی که بتونیم سرمایه گذاری جذب کنیم و بتونیم که فابریکاتی را ایجاد کنیم که واقعا زمانگیر است و شاید مجبور بودیم که مردم افغانستان یا شهروندان ما را 10 الی 15 سال منتظر بانیم تا که فابریکات ما تکمیل شود و متاسفانه به خاطر ایجاد این فابریکات برق نه از طرف دونر ما پولی وجود داشت و نه دولت افغانستان توانایی پرداخت ساختن این بند و انهار داشته. از طرف دیگر کار ساده خوبتری که برای این بود که بعضی از دونرهای ما مثل بانک انکشاف آسیایی یکی از اهداف عمدهشان اتصال کشورهای آسیا است که ما در آسیای میانه را از طریق خطوط انتقال تونستیم به افغانستان وصل کنیم در کوتاه مدت و برق مازاد در اوج موجود بود و ما تونستیم اون برق وارد کنیم و در کوتاه مدت تونستیم که همین برق انتقال بدیم و برق به شهروندان ما برسانیم. اما در دراز مدت کاملا ای 70% و 30% نباید به این شکل باقی بانه و ما دولت به شرکت برشنا پلان‌های مشخص خود به خاطر تغییر ارقام و افزایش تولیدات داخلی روی دست داره. در توزیع برق در افغانستان ما 3 کاتگوری مشترک داریم. کاتگوری اول ما جایی مثل شفاخانه هستند. ما به هیچ عنوان شفاخانه را نمیتونیم بی برق نگه داریم به خاطر که مسائل جانی به بار میاره. بعد از مسائل شفاخانه اولویتی که بیشترین اولویت برای ما داره صنعتکار هستند. صنعتکارای ما امرشان تفاهم نامه امضا کردیم و ما تمام کوشش ما است که حداقل مقداری که در تفاهم نامه امروز از ظهر تضمین کردیم از ساعت 8 صبح الی 4 یا 5 دقیقه بعد از ظهر ما براشون تهیه کنیم که
صنعت ما به خاطر بی‌برقی دچار صدمه نشود. اما بدون شک ما روی کار داریم که اگر ما پلان داشتیم که فابریکات تولید برق ما فعلا در حد اعظمی خود با سطح آب باشه، اما با وجودی که حال ما کمتر است، ما مشترکین رهایشی ما را برق کمتر میرسانیم تا که بتانیم به مشترکین صنعتی ما بیشترین برق ممکنه برسانیم، به خاطر که از اولویت های ما است. در کوتاه مدت ما پلانی که داریم است که هر چه سریعتر برقی را که کابل ضرورت داره به شکل 24 ساعته بر از او تامین کنیم. ایجاد چنان فابریکه تولید برق در نزدیک کابل بسیار وقتگیر است. به خاطر ما با همکاری دونرایی که همراه ما کار میکنن، ما پروژه انتقال لاین 500 کیلوولت داریم. فعلا برقی که بر ما از کشورهای همسایه بر ما تا کابل میرسه 220 کیلوولت است و این 220 کیلوولت یک محدودیت داره که از فعلا ما به حد اعظمی از او برق میگیریم. به خاطر از اینکه بتونیم برق بیشتر بگیریم، لاین 500 کیلوولت ما که از ترکمنستان با پل خمری، از پل خمری به کابل میآید، ان شاء الله که ما تا ختم سال 2021 پلان داریم که همین کار تکمیل شود و اگر همون چیزی که ما پلان داریم مشکل خاصی در این قسمت وجود نداشته باشه، با رسیدن لاین 500 کیلوولت به شهر کابل ما همین مشکل به شهر کابل به دائم ختم میکنیم و همین هم لاین از برق ترکمنستان و هم برق ازبکستان به شهر کابل میرسه و این مشکل حل میشه. ما به خاطر شرایطی که پیش بینی نشده، مثل که ما امیال در وجود داریم که سطح آب به اون اندازه‌ای که ما می‌خواستیم به اون اندازه نیست، ما فابریکه برق ترخیل داریم که چیز حدود 80 مگاوات میتونه برق تولید کنه و ما در ایامی که اما متاسفانه تولید برق از برق دیزلی بسیار قیمت برای ما تمام میشه. با وجود از ما هم به خاطر از اینکه سطح آب فعلا بسیار پایین است و ما اونقدر که پلان داشتیم به اون اندازه نیست، ما نمیتونیم بازم شهروندای خود در کامل بی برقی به سر ببرن. ما در وقت پیک روز که معمولا وقت شام است، ما به ساعت محدود فابریکه ترخیل هم استفاده میکنیم که بتونیم که هر چقدر امکاناتی که در دست داریم از او استفاده کنیم تا برق اعظمی را که میتونیم تولید و به مردم توزیع کنیم.